عرض ادب و احترام. یه پوزیشن روی عرض USCCHF موقعیتش جور شده. با یه ستاپ خیلی فوق‌العاده. خب اینجا پوزیشن اول رو ورود میکنیم. استاپ و تیپی اول این محدوده است. تیپی دوم 100% لیگ میشه که تقریبا 1-1 میشه. حالا دلیل ورود خدمت دوستان عرض کنم. ببینید ما ورودمون تحلیلمون تو تایم 15 دقیقه بوده. ببینید تو تایم 15 دقیقه بازار اومده، من کم کنم. تو تایم 15 دقیقه بازار اومده مووینگ 60 ما رو سمت پایین شکسته و بعدش برگشته بالا، مووینگ رو اینجا تاچ کرده، یه کوچیکم ازش رد شده. اما ببینید داخل مکدی دیفالت ما اصلا بازار، معذرت میخوام، اصلا مکدی سمت خط صفرش نرفته. خب اینجا یه عدم تناسب ما داریم اینجا. همینو ما میبریم تو تایم 1 دقیقه. خط روندش رو هم اینجا مشخص میکنیم، میریم تایم 1 دقیقه. خب اومدیم تو تایم 1 دقیقه. تو تایم 1 دقیقه بعد از شکست خط روند و مووینگ 60مون، اولین جایی که بازار هیدن به ما داد ورود میکنه. خب ببینید بازار اومده یه لو های لو های لو های، یه لو های کوچیک اینجا زده ریخته و بعد رفته بالا. اینجا رو من بزرگ کنم کامل مشخص باشه. ببینید اینجا یه های داریم که ببینید تو مکدی 1/4 ما میله مکدی ما رو به پایینه. های بعدی اینجا زده که پایین تر از اینه، اما اینستاگرام مکدی ما بالاتر از اینه. خب ما اینجا دقیقا جایی که ورود میکنیم. استاپ هم که گذاشتیم بالا، تیپی هم که مشخص شده. حالا اجازه میدیم ببینیم پوزیشن به کجا میرسه. من سکوت میکنم و ادامه پوزیشن. اگه احساس کردم که تایم ویدیو داره زیاد میشه استاپ میکنم و کم کم ادامه فیلم رو با هم میبینیم. خب دوستان من یه توضیح اینجا بدم در مورد مکدی هایی که رو چارت بعضی از دوستان میپرسن. ببینید ما از مکدی دیفالتمون که ما اولین مکدیه، برای وضعیت عدم تناسب استفاده میکنیم که توضیح دادم. مکدی 1/4 ما برای هیدنا ازش استفاده میکنیم. حتی یه جاهایی تو عدم تناسب مکدی دیفالتمون هم هیدن داریم که تو تایم 15 دقیقه میشه دیدش که دیگه پوزیشن خیلی پوزیشن خوبی میتونه باشه. و یک مکدی 4 برابر ما اینجا داریم.
این یک. خب ببینید زمانی که داخل تایم 15 دقیقه ما اینجا عدم تناسب رو داریم، اینجا هم نگاه کنید ببینید مکدی 4 برابر 15 دقیقه، یعنی در تایم 1 ساعت هم داره به ما نشون میده. خب اینجا میبینید که ویرای اینستاگرام اومده زیر خط سیگنال، یعنی یه جورایی سلو داره تایید میکنه، سلو داره به ما اعلام میکنه که بازار تمایل به ریزش داره. اینو لازم دیدم توضیح بدم در مورد 3 تا مکدی که رو چارته. من البته گاهی هم استفاده میکنم از استاد برای ورود. خب اولا ورود من اینجا بود و ببینید بهترین نقطه رو برای ورود به من داده بود. حتی استاچ هم ببینید دقیقا توی اشباح خرید بوده و دقیقا جایی بوده که من سل زدم. اصلا من حواسم بهش نبود، من به محضی که اینجا هیدن رو دیدم ورود کردم و میبینید که استاچ هم اینجا تو منطقه اشباح بوده. ویدیو رو استوب میکنم که طولانی نشه. مجددا میرسم خدمت دوستان عزیز. یه چیز رو همیشه مد نظر داشته باشید، تو بازار فارکس صبر خیلی خیلی مهمه. صبر رو باید سرلوحه کار خودتون قرار بدید. یه مورد دیگه من خدمتتون باید درس کنم. اگه دقت کنید من بعضی از پوزیشنام خیلی طولانی میشه. متاسفانه من یه اشتباهی که دارم و اقرارم میکنم، من شبا خیلی بد میخوابم و اکثر پوزیشنام دم صبح، الان با ساعت 6 صبح و میبینید که بازار اونقدری که باید جون نداره برای حرکت. حتی شاید الان بره استاپ منم بزنم، در صورتی که همه چی داره سلو نشون میده. امیدوارم بتونم اینم کنترل کنم این مسئله رو. به شما هم توصیه میکنم تو تایمایی کار کنید که بازار جون داشته باشه. خب همچنان میمونیم ببینیم پوزیشن چی میشه. من تیپی رو 10 پیپ گذاشتم، ترلینگ میخوام انجام بدم ببینم اگه بعد از 1 به 1 تمایل داشت خب نگه میدارم، اگه نه میبندم. دوستان ببینید این ورود تیپی منو به من داده، اما من اشتباه کردم و خروج نزدم. ببینید 50% روند ما رو ببینید داده. حالا شاید 1 پیپ باشه، شاید 2 پیپ باشه، ولی موضوع اینه که دقیقا اومده 50% حرکت رو به ما داده. خب اینجا من اشتباه کردم، حرکت کوچیکی رو انتخاب کردم، باید به همون مقدارم با 1.5-2 پیپ میومدم بیرون، اما من موندم رو پوزیشن و انتظار دارم حداقل بیاد تا 61.8 و تا این محدوده رو به من بده، با 3 پیپ بیام بیرون. خب پوزیشن اسکلپه، پوزیشن بلند مدت نیست. ما همچنان ثبت میکنیم این خط قرمز منطقه 1 به 1 ماست که توی منطقه من ترلینگ میکنم، میمونم منتظر. این دوستان قاعدتا من باید اینجا از پوزیشن خروج کنم، چون دقیقا 61.8 فیبو رو اومده تاچ کرده و احتمال برگشت رو داره، اما من میمونم رو پوزیشن ببینم میتونه بیشتر به من سود بده یا نه. تا اینجا 1 به 1 رو به ما داده. من میمونم، حالا نمیدونم چرا ترلینگ فعال نشد، اما البته یه مقدار جا داره برای ترلینگ هنوز. ترلینگ فعال شد. من تا اینجا حدودا 8% اکانتم رو
سود گرفتم. ترجیح میدم از پوزیشن خروج بزنم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. وقتتون بخیر.